سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. مثل همیشه بدون هیچ توضیح و معطلی بچه یادم رفت سلام میدادم چی میگفتم، ولش کن بگذارید. بدون هیچ توضیح و معطلی بریم سراغ این ویدیو خفن و ببینیم امروز چی در انتظارمونه. پس let's go. بدوارد بازی خیلی خفنی که خیلی طرفدار داره. من امروز اومدم توش ببینم که آقا یه نوب واقعی ام یا نه نوب غیر واقعی ام از این های پوفیاش. 4 نفره استارت کردم بازیو. مپش هم مپ بدی نیست، بنازم اسکین این داشمونو. بچه بدوارز بدراک ها، بدوارز بدراکه. من بازی کردم آقا، من از الان اعتراف کنم که من خودم با بازی کردم و یه چیزایی سرم میشه، ولی خب خیلی چند وقتی هست که بازی نکردم. به خاطر این جریان امتحانات و اینا جریانات. بچه شاید یادتون نره شاید باورتون نشه ولی واقعا چون چند وقت ویدیو نگرفتم یادم رفته چجوری باید رکورد کنم. پوشه ماینکرافت رو یادم رفته بود کجای بازیش کنم. نمیدونم اینا عوارض کارهای هیچی، ولش کن. الان چیز میشیم بابا، میام بنمون میکنم میریم خونمون. برو ماشاءالله. بدمت که من دف نمیدم، حال ندارم. برو سریع باش، برو باش. سرعت میدونی چیه اصلا؟ فلش زمونه. برو دیگه. خب مرسی. مثلا میخواستم با پشم کلاش کنم. اصلا بازی بی‌نظیره. من خدا یه وضعی خوبم من. اون آیرونا من گذاشته بودم، این مفخور اومد برشون داشت. باید بزنم تو اندرچیز که مفخوری مثل این نتونه بیاد برداره. برو 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 برو. آی آی برو. شاکره داداش. بچه ببینید اینجا من یه فنی بلدم. ببین دورش میچرخی. جیو داداش الو میبینی اصلا منو حالت خوبه؟ چرا من ریسورسام این چیزایی که به دست داداش عزیز احساس میکنم من اینویزیبلم، کسی منو نمیبینه. احساس میکنم چرا هیچکی به من اهمیت نمیده. آقا منم انسانم عزیز من. اینجا بده کیه؟ بدی بزنید دایمن مایمن هم داریم. حاجی چرا منو نمیبینه؟ یالی شکر آها بنازم. او بده این حاجی خیلی ازش بوده. بلم او بده تو زدن. نه برو اون برو اون نه. یکم تو این بدوارز اصلا یادم رفته بچه. FPS اوشه هوی به والله بیا اینجا بدو بزنی. برو بینم. داشت میشه یه نفر یه بدی دف بده لطفاً. 29 تا ایران دارم لطفاً کسی نگه خودم با دف میدم. خیلی بدبختید بابا. بد دف بدید. الان من نبودم رفته این لابی میگه کلافه عزیز من. یا یه دونه هم خب اشتباهی گذاشتیم. اوکی یه دونه اینجا دفو خیلی چیز نیستم و یعنی اوکی نیستم. البته اگه بخوام دف بدم بچه دفندر خوبی هم، یعنی من تو دف واقعا ادعا دارم. ریدی پسرم. ولی خب الان دیگه حالا نمیخوام خیلی دف آنچنانی بدم. فقط اینجا این آیرونا رو بده. من بیام شمشیر. آقا به خدای ویلیجر 10 نفری ریختید روش. آروم باشید عزیزانم. یارای من با حیوان خصومت شخصی دارن احساس میکنن. برو ماشاءالله بریک.
خب این الان این وسط دیگه دائما نمیاد من بلاک گذاشتم این سوال مسئله بده هیچ نرفته چرا با بده رد رفته بده یلو هم رفته فقط ما بد داریم و بلو این وکی رده ولش کن آها سلام عزیزم من چرا احساس میکنم اینویزیبلن ای صافت صفت بمیر کومبو با نیم قلب قرآن بچه یه لحظه فکر کردم زدمش دیگه ندیدمه عوارض کارای من میم نوبم اصلا اوزام خیته شما باور نمی کنید حالا بودو اینو بذار توی این بودو که قدم رو بازه ببن جان برو ها نمیذارم بیاد تو بدم بیا اینجا برم بیا اینجا برم اینجا که صحبت This is the end. ای زدمش نه بابا آها افتاد اونم افتاد نذاشتم دیگه بره بالا تا بخواد بلاک بکشه دوباره بهش میرسه باید بیاد تو بدمون آره اینا هاشش اینجا مر داشتم سلام رو تو دایموندشم اومد دستم تو چرا خودتو دقیقا کشتی داشت بابا این میخواد TNT بذاره یه کاری بکن عزیز من اومدی اینجا داری لوت میکنی نکن 16 تا پشت دارم برو بالا برو هیو زاده بیا اینجا ببینم بیا اینجا بدمون که 100% رفته ببین نرفت بدمون نرفت بدمون نرفت بدمون نرفت ببر آی پشم نرم پشممو هدر دادم بودو یه خیلی یارای ما اصلا اوضاعشون خیته یا علی بودو مرسی یار مرسی یار چرا نمیذاری اینجا بلاک الان بالا سر اوکی چرا اونجا میذاری اینجاش بذار بودو بیا اینجا هیو میگیرم This is the end. من تو رو کجایی پس هیچکی تو بد نیست منم افتادم بد رفت بابا یار نیستن اینا که گلابی ان قشنگ نگاش کن اومده اونجا داره تو فرج ما میخوره برای خودش همین چیزا انقدر نوب سگید یه نفر رو نمیتونید بزنید خاک تو سرتون فشار چیه من الان دارم بندری میرقصم برو این احمقونو آخو ما که دیگه وین که نمیگیریم حداقل بذارم یه کرمی رو اینا بریزم آها اینجوری میخوای کرم بریزی حتما بهت قول میدم کرم میریزی بیا اینجا ای. آخه ببین با سرور آوالون امسی هم هستم play.awe.ir این پایین سمت راست نوشته اگه خواستید بیاید تو سرور بدی نیستش کلا خوبه خلوت هم خلوت که نه ولی سروراش هم یعنی آدمای خیلی خوبی آدم به
مرسی ممنونم واقعا. یعنی فشار چیه؟ من الان دارم بندری میرقصم. اینو بذار دست راست دیگه، چرا دست چپ؟ آخش فکر کنم دفندر داریم یا علی بابا. این خود از این قله گذارای بیعقله. احمق حداقل رو بت میذاشتیش، فقط راه بیریج رو گند زدی توش. یارو عقل نداره. نه 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 بابا من نرفتم جلو. واقعا نوبم بچه ها. نوب تری بازی کنه بدوارز اینجا قشنگ روبروتونه. نرو بالا دیگه. این بچه بازی ها چیه؟ اوشه بودو ببینم، بودو ببینم. به درد نخور. به مولا دوتا میزنه. یکی دف نمیده بدو. یعنی یارای من به دف دادن بابا بنازن. داشتم ازشون بد میگفتم. نه آقا خوشحالم ازت. این وایساده بود دم بیریجه. بکت نه این مشکل از منه. خب الان چرا بدو باز گذاشتی؟ بابا نکنید دیگه این کارا رو. به قرآن تاکسیک بازی. بیا بد بازه به درد نخور. آخرش هم مردی. خوب آخرش هم خوب مردی. بکت احمق. بیا اینجا بیفت دیگه. بیفت دیگه بابا. بدوارز همش فشاری میکنه آدمو. یو چرا تو بدو نزدی؟ تو چرا بدو نزدی یا خدا. واقعا دارم فشار میخورم. بدمونم رفت. بیا بدمونم رفت. شاکر داداش. اینم خب فرار کرد. منم خب نوبم این وسط. بچه واقعا دارم فشار میخورم. اصلا نمیخوام این بازی رو. من درک نمیکنم بازیکنهای بدوارز بدراکو. واقعا میگم منم الان میمیرم. اصلا حال خوشی ندارن. احساس میکنم نیاز به کمک دارن بازیکناشون. بیا احمق اینجا هم. ابو گلابی پدر نخوره. بی خاصیت. نمیخوام اصلا بدوارز نمیخوام آقا. بدوارز نمیخوام. این ویدیو رو نبین اصلا. لایکش هم نکن. نمیدونم دارم فشار میخورم.